مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. از خدای محبت و پدر آسمانی برای شما یاران مهربان و خدا دوست آرزوی سلامتی و صفا و آرامش آسمانی رو دارم و امیدوارم که با قدرت روح القدس در بندگی خدا و دوری از گناه موفق‌تر از همیشه این عمر کوتاه خود را به پایان رسانیده و چشم به آن روزی پر امید، یعنی روزی که عیسی مسیح منجی جهان به این عالم برمیگردد و یا شما به سوی او میروید داشته باشید. زیرا امید همیشه ما را در ایمان و زندگی پاک یاری میدهد، مخصوصا امیدی که جاودانه و پر از اشتیاق و امید باشد. در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را به رساله حضرت پولس رسول به رومیان که عمیق ترین رساله در عالم بشریت است مبذول می‌کنیم و از فصل 7 آیات را غذای روح و روان خود می‌گردانیم. اگر شما از شنوندگان جدید ما هستید و انجیل مقدس به زبان فارسی رو در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که اون رو داشته باشید، ازتون دعوت می‌کنم که حتما با ما مکاتبه کنید تا کلام خدا را براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس در فصل‌های گذشته با توضیح و تفسیر فراوان ثابت می‌کند که نه فقط بشر عاجز و گناهکار و درمانده و برده گناه است، بلکه آدمی هرگز قادر نیست که با توانایی و همت و کوشش خود آزادی را که از بندگی گناه است به دست بیاورد. نه اعمالش، نه رسومات و تشریفات دینی، نه حکمت و نه ثروتش، نه قدرتش، هیچ چیزی نمیتواند او را آزاد سازد و از نیروی اهریمنی دور کند. همچنین نشان می‌دهد که از دید و معیار خدا همه ما انسان‌ها گناه کرده ایم. همه ما در بند اسارت اهریمن هستیم. همه ما نسبت به خدا طغیان کرده و از جلال پرشکوه خدایی محروم شده ایم. سپس اشاره به لطف خدا به ما انسان‌های اسیر و در بند ظلمت می‌کند که چگونه خدای مهربان از روی محبتش نور خویش را بر ما به توسط عیسی مسیح می‌تاباند و ما را به سوی راه راستی هدایت کرده و ما را به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح مورد لطف خویش قرار می‌دهد، گناهانمون رو می‌بخشه، نجات به ما میده، از اسارت اهریمن آزادمون می‌کنه و ما را عادل محسوب کرده و بیگناه می‌شمارد. در فصل 6 نکاتی که ما را در عادل باقی ماندن یاری می‌دهد گوشزد می‌کند و سرانجام از ما می‌خواهد که دیگر در پی خواهش‌های جسم نرویم، بنده هوس و غلام گناه نشویم، زیرا مزد و نتیجه آن مرگ میباشه. اما اگر در ایمان به عیسی مسیح، ایمان در آزادی، ایمان در نور خدا، ایمان در قدوسیت زندگی خودمون رو ادامه بدهیم، حیات جاودانی رو تصاحب میکنیم، زیرا مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. حالا در این فصل، یعنی فصل 7 از رساله خود، پولس رسول در مورد ضعف، آن هم ضعف شریعت و رسومات مذهبی و یا قوانین دینی و رابطه شریعت خدا و گناه و اینکه پاکی بشر از چه راهی فقط میسر است سخن می‌راند. در طول این آیات دائما این سوال در ذهن هر خواننده پیش میاد که اگر انسان ناتوان و اسیر گناه می باشه و همچنین اگر بپذیریم که نجات عطیه‌ای است از جانب خدا و فقط به وسیله ایمان و نه اطاعت از شریعت و قوانین خدا به دست میاد، پس نقش شریعت خدا، نقش دستورات و قوانین مذهبی که خدا عطا کرده چیه؟ مگر نه اینکه پیروی از آن ما را نیز پاک و مقدس می‌گرداند؟ مگر نه اینکه به وسیله انجام قوانین دینی
مقبول پسند خدا واقع میشیم و سرانجام خدا انشاءالله گناهانمون رو میبخشه و ما را به بهشت میبرد. و اگر قانونهای خدا ما را مقدس میگردانند، پس چرا نجات تنها به بخشش خدا محسوب نمیشه؟ چرا نمیتونیم به وسیله اجرای قوانین خدا نجات را به دست بیاوریم؟ و آدمی میتواند بدین وسیله، یعنی از طریق اعمال مذهبی، عادل محسوب بشه. و اگر اینطوره، پس نباید حتما مسیر و یگان راه دانست و اینکه فقط و فقط به وسیله مسیح میتوان نجات پیدا کرد. و الا اگر بگوییم که فقط مسیح راه نجات است، پس ارزش قانونهای مذهبی چیه؟ ولی اگر بگوییم که قانونهای مذهبی و رسومات مذهبی عامل نجات بشر نمیشه، آن وقت باید بپرسیم که پس چرا خدا این قانونهای مذهبی و شریعت را به بشر عطا کرده است؟ علت وجود قوانین و شریعت برای چیه؟ و دوستان عزیز، این موضوع اساس فصل 7 را تشکیل میدهد. یعنی ارزش و مقام شریعت خدا، دستورات دینی و نقش آن در نجات بشر از گناه، که البته مبحثی است بسیار مهم و بسیار بسیار عمیق و باید از خداوند تمنا کنیم که ما را در درک معنی آیات کمک کند. چون دوستان عزیز، در اجتماعی که زندگی می کنیم همه تعلیم میدن که انسان با توکل کردن به اعمال دینی قادر است پاک محسوب بشه و مقبول پسند خدا گردد، در حالی که خود خدا می‌فرماید که انسان فقط از طریق ایمان می‌تواند به درجه عادل محسوب شدن برسد. و همونطور که در اینجا ملاحظه خواهیم کرد دوستان عزیز، در اینجا اساس تفاوت راه و روش نجات بین مسیحیت و سایر مذاهب عالم نیز آشکار می‌گردد، زیرا تعلیم انجیل برای نجات بشر بر اساس ایمان به عیسی مسیح و کار او امکان پذیر است، در حالی که اکثر مذاهب تعلیم میدن که بر کار بشر و اطاعت از قانون مذهبی است. همونطور که یادآور شدم دوستان، عادل محسوب شدن با عادل بودن دو موضوع مختلف می باشد و آزاد شدن از اسارت و آزاد ماندن نیز دو موضوع متفاوت است. رسول خدا رو به ایمانداران مسیحی میکنه و نشان میدهد که غالب اوقات برای اینکه ما در عادل بودن باقی بمانیم، کوشش میکنیم به رسومات و تشریفات مذهبی پناه برده و دلمون خوشه که بدین وسیله همیشه عادل میمانیم، ولی رسول خدا آن را با دلیل و برهان رد میکند و اساس عادل بودن را در رسومات دینی نمیداند. به 4 آیه اول از فصل 7 توجه فرمایید. کلام خدا میگوید: ای برادران، آیا نمیدانید، زیرا که با عارفین شریعت سخن میگویم، که مادامی که انسان زنده است شریعت بر وی حکمرانی دارد. زیرا زن منکوحه بر حسب شریعت به شوهر زنده بسته است، اما هرگاه شوهرش بمیرد از شریعت شوهرش آزاد می شود. پس مادامی که شوهرش حیات دارد، اگر به مرد دیگری بپیوندد زانی خوانده می شود، لکن هرگاه شوهرش بمیرد از آن شریعت آزاد است که اگر به شوهر دیگری داده شود و آن وقت زانی نباشد. بنابراین ای برادران من، شما نیز به واسطت جسد مسیح برای شریعت مرده شدید تا خود را به دیگری بپیوندید، یعنی با او که از مردگان برخاست، تا به جهت خدا ثمر آوریم. دوستان عزیز، اگر این آیات را شما برای اولین بار شنیده باشید، نه فقط ممکنه معنی برای شما نداشته باشه، بلکه شاید تصور کنید که حضرت پولس رسول در این آیات داره درباره نقش ازدواج و طلاق صحبت میکنه، در حالی که دوستان عزیز تنها چیزی که او در اینجا مورد بحث قرار نمیده همانا ازدواج و طلاق است. هدف او آیه اول و آیه 4 است و سپس برای اثبات مقصودش رسول خدا در آیه 2 و 3 نمونه می آورد که برای خوانندگان کاملا قابل فهم و درکه. ببینید، او می‌خواهد رابطه نجات را با شریعت
و رسومات دینی تشریح کنه. حالا قبل از اینکه به معنی آیات به طور عمیق‌تر توجه کنیم، اجازه میخوام به زبان ساده‌تر یک بار دیگر معنی آیات را براتون مجددا بازگو کنم. حضرت پولس رو به ایمانداران کرده، دقت کنید، رو به مسیحیان کرده و میگوید ای برادران عزیز، همونطوری که میدانید وقتی یک نفر میمیرد این شخص دیگر زیر شریعت نیست. شریعت بر او اثری ندارد. یعنی انسان تا موقعی باید از شریعت پیروی کند که زنده است. وقتی شخص مرده باشد نمیتواند از رسومات مذهبی پیروی کند. و بعد مثال میآورد، میگوید مثلا وقتی زنی ازدواج میکند تا زمانی که شوهرش زنده است شرعاً به شوهرش تعلق داره و تعهد دارد که با شوهرش تا آخر عمر بماند. این زن آزاد نیست که بره و با مرد دیگری ازدواج کند. زمانی او حق ازدواج مجدد رو داره که شوهرش مرده باشد. آن وقت آن زن از تعهدات به همسر موتوفیش آزاد است و میتواند با هر که بخواهد ازدواج کند. اما این کار پیش از فوت شوهرش خطاست و اگر این کار را بکند آن زن زناکار محسوب می شود، ولی پس از مرگ شوهرش اشکالی ندارد. پس نقش مرگ در اینجا چیه؟ نقش مرگ اینه که آنچه که تا قبل از مرگ ممنوع و خطا محسوب می شود اکنون با ورود مرگ آن عمل قانونی و درست محسوب میشه، زیرا مرگ به معنی پایان به تعهدات قانون است. دوستان عزیز، چرا پولس این مثل را می آوره؟ تا آیه اول را برای من شما به اثبات برسونه و در حقیقت آیه 4 این موضوع رو روشن‌تر کرده. در گذشته دوستان، قانون یهود در واقع همانند شوهر و صاحب اختیار آدم بود، ولی همانطور که مسیح بر روی صلیب مرد، ما که به عیسی مسیح آورده ایم و به او دل بسته ایم دیگر به قانون یهود تعلق نداریم و البته این قانون اثری در ما ندارد. بعد همانطور که مسیح زنده شد ما هم زنده شدیم و حالا ما خلقت تازه هستیم، شخصیت تازه داریم. یعنی درست مثل این میشه که حالا شما با کسی ازدواج کردی که از مرگ زنده شده تا بتوانید برای خدمت خدا مفید باشید و ثمر بیاورید. ای عزیزان، در فصل 5 و 6 پولس رسول درباره هویت جدید بشر که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد صحبت می‌کنه و این آیات نیز در حقیقت ثمرات این هویت جدید را دنبال کرده و میگوید که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح و صاحب نجات شدن و در نتیجه صاحب هویت جدید شدن، هر ایماندار باید بدونه که از قانون و شریعت آزاد است. حالا مقصود ما از این که از قانون و شریعت خدا آزاد است چیه؟ مقصود رسول خدا چیه؟ دقت کنید دوستان عزیز، مقصود حضرت پولس این نیست که خدای نکرده ما قانونهای مذهبی را بدون اهمیت و بی ارزش تلقی کنیم و یا خدای نکرده آنان را بیهوده و بی ثمر دانسته و به قول معروف چشم بسته از آن بگذریم. خیر، این گناهه. پولس رسول در آیات بعد ارزش و اهمیت قانون و شریعت خدا را بیان می کند، ولی هدف او از بیان این جملات که اکنون شما با ایمان آوردن به عیسی مسیح از زیر شریعت آزاد شدید اینه که ثابت کند شریعت عامل نجات و بخشش خداوندی نیست. رسومات مذهبی خوب و با ارزش هستند ولی نمیتوانند قلب و نیت ما را عوض کنند و گناهان ما را ببخشد. و سپس میگوید شما که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح نسبت به طبیعت گذشته و گناه آلود خود مرده اید. چرا؟ چون عیسی مسیح به شما زندگی تازه عطا کرده، بنابراین آزادی از گناه را از دست ندهید و زیر یوغ شریعت قرار نگیرید. زیرا دوستان افرادی بودند که خیال میکردند که شریعت و رسومات دینی همانند طنابی است که میتونه شخص بر آن تکیه کنه تا سقوط نکنه و یا دوباره در گناه نیفتد و بدین وسیله خود را زیر یوغ یا بندگی شریعت در می آورد. پولس رسول خدا میفرماید ما که اکنون با مسیح متحد شدیم بایستی در فیض خدا، دقت کنید، در فیض خدا
ثمرات روحانی بیاوریم. از آیه 5 اینطور میگوید: زیرا وقتی که در جسم بودیم، هوس‌های گناهانی که از شریعت بود در اعضای ما عمل میکرد تا به جهت موت ثمر آوریم. اما الحال چون برای آن چیزی که بسته بودیم مردیم، از شریعت نیز آزاد شدیم، به حدی که در تازگی روح بندگی میکنیم، نه در کهنگی حرف. حضرت پولس میگه طبیعت و اعمال و ذات شما قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاورد، یعنی وقتی گناه و تاریکی در زندگی شما حکمرانی میکردن، آنان بر اراده شما مسلط بودند. شما برده آنها بودید. قانون شریعت و قانونهای دینی که خدا به موسی عطا کرده دوستان باعث میشد که خواهشهای گناه‌آلود آدمی آشکار بشه و بعد شخص را وادار کنه تا هرچی خدا در آن قانونها نهی کرده بود همان را بکنه. این نوع کارهای گناه‌آلود در آخر انسان را به سوی نابودی و مرگ میکشونه. ولی حالا که شخص به عیسی مسیح ایمان آوردن، شخص که قلبش رو به خدا سپرده و زیر فیض عیسی مسیح قرار گرفته، وظیفه‌ای نسبت به قانون یهود ندارد. چرا؟ چون هنگام که اسیران بودید مردید و حالا می توانید حقیقتا خدا را خدمت کنید، ولی نه از راه قبلی که از شریعت یعنی تعدادی امر و معروف و نهی از منکر بود، بلکه از این راه تازه یعنی به وسیله روح پاک خدا. ای عزیزان، ببینید در این آیات مطالب بسیار عمیق فلسفی نهفته است، ولی به طور خلاصه مقصود پولس اینه که وقتی که قانون خدا آمد شما متوجه شید که چقدر گناهکارید. چرا؟ تا وقتی که قانون خدا نبود دوستان عزیز هیچ احساس نمیشد که شخص گناه کرده. چرا؟ چون آدمی نمیدونست که معیار خدا چیه. وقتی قانون اومد بشر تازه فهمید که چقدر گناهکاره، چقدر نسبت به خدا خطا کرده و در واقع برده گناه بود. شریعت انسان را طوری وادار کرد که بدونه گناهکاره، بدونه که برخلاف خدا رفتار کرده. شریعت انسان را در واقع نشون داد که اسیره. ولی حالا به جای اینکه شریعت ارباب شما باشه، میگوید که بگذارید روح خدا شما را رهبری هدایت کند. بگذارید ارباب شما روح القدس باشه. وقتی پولس این گفتار رو بیان میکنه، بلافاصله این سوال در فکر شخص پیش میاد که پس ارزش شریعت خدا چیه؟ اگر تا حالا میگید از شریعت آزاد بشید، پس اصلا خدا چرا شریعت رو داده؟ پولس رسول قبلا نشان داده بود که شریعت خدا بسیار مفیده، ولی عامل نجات نیست و حالا میگوید شما از شریعت یهود آزاد هستید و در قید و بند آن نیستید. و این امر برای یهودیان و مسیحیانی که یهودی نژاد بودند بسیار گران بود. و البته پولس می‌دانست که بلافاصله این فکر در سرشون خواهد بود که پس ای پولس، ارزش شریعت خدا چیه؟ آیا حالا قانون‌های مذهبی بیهوده شدن؟ خود پولس پیش دستی میکنه و هم به سوال اشاره میکنه و هم جواب آن را هم میده، به طوری که میخوانیم پس چه گوییم؟ آیا شریعت خدا گناه است؟ سوال میکند. سوالی که در ذهن هر خواننده بود و در ذهن بسیار از شما عزیزانم هست. میگه که آیا شریعت خدا بد حساب میشه؟ آیا شریعت خدا خطاست؟ بی ارزشه؟ سپس در پاسخ میفرماید حاشا، البته که نه، بلکه گناه را جز به شریعت ندانستیم، زیرا که شهوت را نمیدانستیم اگر شریعت نمیگفت که طمع مورز. جز به شریعت نمیدانستیم، جز به شریعت گناه را نمیدانستیم. ببینید دوستان عزیز، رسول خدا میفرماید که شریعت نه فقط بد نیست بلکه بسیار بسیار مفیده. شریعت بد نیست، زیرا همین شریعت خدا بود که به ما نشان داد گناهکاریم. همین امر به معروف و نهی از منکری که خدا عطا کرد، همین سبب شد که بدانیم که چه چیزهای مقبول پسند خداست، چه چیزهای خوبه و چه چیزهای مکروه و بده. بر اثر قانونهای مذهبی بود که متوجه شدیم که ما انسان گناهکاریم. چرا؟ چون اگر شریعت نبود بدی گناه را درک نمی کردیم. اگر شریعت نگفته بود که نباید در قلب خود خواهش‌های بد و نیت بد داشته باشیم، من و شما هیچ وقت نمی‌دانستیم
و نمیتوانستیم پی ببریم که آنچه که در قلبمون است گناهه. هیچ وقت نمیدونستیم که فکرمون از خواهش‌های بد مملوئه. زیرا دوستان تا آن موقع آن را طبیعی و یک امر بسیار عادی می‌دانستیم. اما بر اثر ظهور شریعت و فرامین مقدس خدا متوجه شدیم که چه چیزهای خوبه و چه چیزهای بده. و ای عزیزان، این بسیار بسیار لازم و ضروری بود. اساس این نجاتی که خدا پولس رسول داره به آن اشاره میکنه همین شریعت بود. ولی گناه از این شریعت که علیه خواهش‌های ناپسند بود استفاده کرده. دقت کنید، ولی گناه بشر، انسان گناهکار، از این شریعتی که خدا عطا کرده، از این شریعت که علیه خواهش‌های ناپسند بشری و طبیعی ما بوده استفاده کرده و به یاد ما می‌آورد که این خواهش‌های ناپسند هستند و در ما همه نوع خواهش‌های ناپسند رو بیدار کرده. چون دوستان فقط در یک صورت دیگر کسی گناه نمی‌کنه، به آن موقعی که هیچ شریعتی نباشه. یعنی اگه قانونی نباشه که چه کارهای خوبه چه کارهای بده، من و شما هیچ وقت خود را گناهکار نمی‌دانستیم. خود را آدم کامل، دقیق، پاک، درست و خوب می‌دانستیم. ولی چون که شریعت خدا هست، چون که معیار هست، خداوند در واقع این شریعت رو عطا کرده تا یک معیاری باشه. وقتی خود را با آن مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که چقدر نسبت به اوامر خدا خطا ورزیدیم. یعنی دوستان تا زمانی که قانون خدا هست، تا زمانی که خدا توسط شریعت و قانون خودش معیارهای زندگی رو در اختیار من و شما گذاشته، دوستان عزیز بدانید که گناه و خطا نیز تا آن موقع وجود خواهد داشت. زیرا انسان‌ها بدون استثناء از قانون خدا تجاوز کرده و می‌کنند. تا قانون هست خطا هست، اما اگر قانون نباشه دیگر آن عمل خطا محسوب نمیشه. اگر قانون نباشه دیگر عمل خطای بشر خطا محسوب نمیشه. اجازه مسئله بیاورم. اگر در جاده حداکثر سرعت را تعیین نکرده باشند، راننده میتواند با هر سرعتی که بخواهد بره و قانون دوستان هیچ وقت رو مجرم نمیسازه. چرا؟ چون حداکثر سرعت را برای آن جاده تعیین نکرده است. اما به محض اینکه قانونی تصویب بشه و تابلو حداکثر سرعت را در همان جاده نصب کنند، اگر راننده حتی 1 کیلومتر بیشتر از آن سرعت تعیین شده تندتر برانه، در حقیقت خلاف قانون رفتار کرده. تا قبل از اینکه تابلو رو بگذارن، آن جاده بدون قانون بود. راننده میتونست به هر سرعت دلخواه خودش رانندگی کنه، ولی به محض اینکه تابلو گذاشتن و قانون بسیار تصویب شده بود، قانون که اومد رو جاده، آن راننده اگر بیشتر از آن سرعت تعیین شده بره تجاوز کرده است. و دوستان عزیز، این مسئله خیلی ساده ولی قابل فهم رو عرض کردم تا بدون که عین همین حقیقت در عالم مذهبم میبینیم. قبل از اینکه خدا قانون شریعت رو بده، قبل از اینکه قوانین امر به معروف و نهی از منکر را در تورات مقدس بده، دروغ گناه حساب نمیشد، زنا گناه حساب نمیشد، فحش دادن بد حساب نمیشد. ولی از وقتی که خدا امر کرد که دروغ گناهه، هر کی دروغ بگه گناه کرد. وقتی خدا امر کرد که زنا گناهه، هر کی زناکاری کنه در نظر خدا گناه کرده. این کاری بود که شریعت کرده، این کاری بود که قوانین مذهبی کرده. یعنی به من و شما نشون میده که چقدر گناهکاریم و یا در چه معیار و در چه درجه در رابطه با خدا قرار گرفتیم. در ادامه این موضوع رسول خدا از آیه 9 الی 12 اینطور می‌فرماید: و من از قبل بدون شریعت زنده می بودم، لکن چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. و آن حکمی که برای حیات بود همان مرا باعث موت گردید، زیرا گناه از حکم فرصت یافته مرا فریب داد و به آن مرا کشت. خلاصه شریعت مقدس است و حکم مقدس و عادل و نیکو. دوستان دقت کنید، این خلاصه کلام رسول خدا در مورد ارزش شریعت است. خلاصه شریعت مقدس و حکم مقدس و عادل و نیکو. رسول خدا در این آیات از تجربه و موقعیت روحانی خودش و اثری که شریعت خدا در او داشته سخن میگوید. میگه من تا وقتی که نمیدونستم شریعت یا قانون خدا از من چه میخواد زندگی آسوده‌ای داشتم.
ولی وقتی به واقعیت پی بردم که البته به وسیله شریعت خدا متوجه واقعیت شدم، دیدم که قانون دینی را زیر پا گذاشتم و در نتیجه گناهکار و محکوم به مرگ هستم. قانون خوب خدا که انتظار می‌رفت راه زندگی رو به من نشان بدهد، در حقیقت کار مرا به مرگ کشانید، چون حقایق را برام روشن کرد و نشون داد که من نسبت به خدا خطا ورزیدم و به این ترتیب گناه مرا فریب داد و از قانون‌های خوب خدا برای محکوم کردن من به مرگ استفاده کرد. ولی با این همه هیچ شکی وجود ندارد که قانون خدا به خودی خودش بسیار مفید و خوب و هر چی میگوید کاملا درست و منصفانه است. قانون سبب شد که شخص پی ببرد که چقدر نسبت به خواسته و اراده خود خطا کرده. اگر قانون نبود مقصر محسوب نمی شدیم، اما با آمدن قانون متوجه شدیم که مقصر و گناهکار و محکوم به مرگ ابدی هستیم. دوستان عزیز، ممکن در اینجا این سوال در فکر شما پیش بیاد، همونطور که در فکر یهودیای مذهبی بود که چطور ممکنه قانون که محکومیت مرا به من نشان بدهد خوب و مفید باشه. اجازه میخوام که به خاطر پایان گرفتن وقتمون در برنامه آینده به این سوال پاسخ بدهم و امیدوارم که خود شما نیز بتوانید حقیقت و ارزش قانون شریعت و در رابطه آن با نجاتتون تفکر و تعمق کنید و معنی آن را کاملا بفهمید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.